گواهی میدهیم که اونها این پیغمبران همشون بر حق بودن، بر حق آشکار بودن. در حقیقت کسایی که در ذات خداوند فکر میکنند و تعمق میکنند در فکر ذات الهی، اونا والیعاذ بالله گمراه میشن، از دین خارج میشن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالى. خب انشاءالله شروع میکنیم در درس دهم از عقیده طحاوی، الامام طحاوی، متن عقیده امام طحاوی. و درس قبلی رسیده بودیم تا قول مؤلف و نؤمن بالملائکه و النبیین. از همینجا انشاءالله شروع میکنیم. الامام طحاوی رحمه الله میفرماید و نؤمن بالملائکه و النبیین والکتب المنزله علی المرسلین و نشهد انهم كانوا على الحق المبین. یعنی ما ایمان میاریم، یعنی واجب است ایمان آوردن بر وجود ملائکه و نبیین و پیغمبران و کتب المنزله، این کتاب هایی که این منزله نازل شدن. خب در اصل 104 کتاب، تورات و زبور، انجیل و قرآن و صحیفه هایی که بر دیگر رسول الله نازل شد. و نشهد انهم كانوا على الحق المبین، و ما گواهی میدهیم که اونها این پیغمبران همشون بر حق بودن، بر حق آشکار بودن. وجود ملائکه یعنی میدونید که ملائکه بنده های هستند که یعنی اجسام، جسم نورانی هستند، از روح خلق شده هستند. و مثلا مرد و زن ندارند، نمی نوشند، مثلا نمی خورند، نمی خوابند، خب زن نمی گیرند یا که شوهر نمی کنند و تولد نمی کنند. فقط کارشان طاعت و عبادت خداوند یگانه است. و ایمان آوردن بر نبیین یعنی ایمان می‌آوریم واجب است بر ما ایمان آوردن که خداوند اختیار کرده است از بین بشریت نبوت را، این پیغمبران را از بین انسانیت و همچون سفیر قرار داده است بین خودش و بین بنده هاش، بر اون چیزی که وحی میکنند. طيب. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. ونسمي أهل قبلتنا یعنی ما اهل قبله، ما قبله را کسایی که از اهل قبله هستند، مقصد قبول دارن و طرف قبله ما نماز میخونن، او را ما مسلم مؤمن میشماریم که مادامی که اونا ثابت باشند بما جاء به، با اون چیزی که اومده است، به همون چیز النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی بر همون ایمان آورده باشند بر چیزی که از رسول اکرم اومده است، که اعتراف کنند وله بكل ما قاله، و به هر اون چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است باید ایمان داشته باشند، اعتراف کنند. و اخبر مصدقین غیر منکرین، و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این خبر داده است این مصدقین غیر منکرین، که اونا اخبار یعنی که اونا این مصدقین باید این تصدیق کنند بر اون چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده است، غیر منکرین و انکار نکنند. و این را مسلمان و مؤمن میشماریم. یعنی ما مطلقاً میگوییم که بر کسی که بر اهل قبله ما است، او بر اون نام مسلمان و مؤمن را اطلاق میکنیم. مقصد مثل خوارج نمیگوییم که خوارج میگن وقتی که کسی گناه کبیره میکند او با کافر است میگن والیعاذ بالله. خوارج همین عقیده را دارن. امروز متاسفانه بعضی از مشبهه و مجسمه همین اعتقاد دارن، میگن که والیعاذ بالله کسی گناه کرد، گناه کبیره کرد و کافر میگن، که هم حکم میزنن در همون. خلاص ما وقتی که اون اهل قبله باشه، نماز بخواند، یعنی طاعت عبادت کند، خب علی الاطلاق مسلمان مؤمن هستند. طيب. و سخن امام طحاوی که ما داموا بما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم معترفین الی آخره، این واضح میکنند برای ما، بیانگر است که
یعنی فقط توبه کردن، یعنی فقط یعنی توجه به سوی قبله ما کردن، این دلالت بر حقیقت ایمان نمیکند بر پیغمبر. یعنی مقصد فقط همون طرف قبله مثلا باشد و او فقط این طرف قبله بدنش دلالت بر حقیقت ایمان نمیکند بر رسول اکرم، یعنی که ایمان او باشد بر پیغمبر خدا. چون که بیشتر از مردم هستن که یعنی به سوی قبله ما عبادتاشو نمیکنن، اما نه از دین اسلام خبر دارن و نه از مؤمن مسلمان. اونا رو ما مسلمان گفته نمیتوانیم. مقصد یعنی علی اطلاق یعنی مسلمان هایی که ایمان آوردن بر خدا و رسولش و طاعت عبادت میکنن، انا ما مثلا مسلمان میشمریم. این سخن امام طحاوی رد بر همون خوارج و همون معتزله ها است. این معتزله ها اعتقاد دارن که کسی اگر گناه کبیره کرد او را ما نه مسلمان میشمریم نه کافر، یعنی نه مسلمان است نه کافر. این عقیده دیگر از معتزله هست میگن. یا که خوارج خیلی که بالا گفتیم مشابه ها مجسمه امروز کسی گناه کبیره کند اعوذ بالله حکمش به کفرش میکنن. خلاص ما میگیم مسلمان است. یعنی مسلمان گناهگار ما مسلمان میشمریم. ولا نخوض فی الله، یعنی ما خوض فکر نخوض به این معنا که یعنی ما فکر نمیکنیم در مسئله ذات پروردگار، چون که تفکر در ذات خداوند ای به سوی حیرت و گمراهی میبرد انسان، به سوی تشبیه به خلقش میبرد انسان را. به همین دلیل ما از جانب شریعت منع شده هستیم از تفکر کردن در ذات پروردگار. در حقیقت کسایی که در ذات خداوند فکر میکنند و تعمق میکنند در فکر ذات الهی، اونا والیعاذ بالله گمراه میشن، از دین خارج میشن. برای همین اما تفکر کردن در ذات خداوند که یعنی در مسئله تنزیه خداوند از مشابهت مخلوقین، که خداوند موجود است، ازلی است، ابدی است، قبل از یعنی وجود داشت قبل از خلق زمان و مکان، که خداوند وصف به چیزی از صفات بشر کرده نمیشد، این اشکال ندارد. این معنای او خوض در ذات خدا نیست. ما بیان میکنیم حقیقت خدا را همونگونه که در قرآن و سنت بیان شده است. اما نه مثل مشبهه مجسمه امروزه که در والیعاذ بالله نمیدونم اونا چگونه اعتقاد دارن که نگن در هم بالا است، یا که میگن بالا هر چیز هست همونجا است اما مکان ندارد، اما الله علم خلاص بلا کیف است تو میگن و نمیدونم. همین آیه لیس کمثله شیء همین کافی است برای همین کسایی یعنی خداوند مثل ما ندارد. همین آیت کافی است. لیس کمثله شیء، این آیت بر عموم تمام یعنی دلایل شبهناک همین آیت دلیل است بر مقابل دلایل. یعنی بعضی دلیل میارن میگن جسم است نه مثل اجسام، یعنی کیفیت یعنی برای خداوند اعضا را اثبات میکنن، با میگن بلا کیف است. همین گپا و همین چیزا را همین آیت کافی است. برای کسایی که هلاک شدن در این راه، این مقصد هلاک شدن به سبب تشبیه خداوند به خلقش، گفتن خداوند بر عرش استقرار دارد، یا که گفتن که خداوند نازل میشد به ذاتش، یعنی ذاتن گفتن از بالا سوی پایان میاد و ذاتن گفتن از پایان سینی بالا میبراید. اینا قیاس کردن خالق بر مخلوق. پس خلاصش میشود که تکذیب یعنی دروغ، یعنی بگیم تکذیب شمردن قول خدا را لیس کمثله شیء. این همین مجسمه مشابهه امروز همین عقیده را دارن. همونا امام طحاوی میگه ولا نخوض فی الله، یعنی در ما یعنی تفکر و تعمق نمیکنیم در ذات خداوند. ولا نمار فی دین الله، نمار ای لا نجادل، یعنی ما مجادله جنجال و دعوا نمیکنیم در دین خداوند و اون دعوایی که خداوند نهی کرده منع کرده است ما را. یعنی اون دعوایی که ما از علم ما بیخبر هستیم. پس کسی که حق رو بشناسد دعوا کند برای اثبات کردن حق، خب این اشکال ندارد. اما نداند حقیقت را دعوای بیهوده کند، پس ما در اون چیز یعنی باید که اعتبار نکنیم. مقصد در مسئله دین اگر کسی که علم دارد سواد دارد برای اثبات کند بر دعوای کردگیش، خب اشکال ندارد. اما بدون علم دعوا کند در دین خداوند این گمراهی است.
ولا نجادل في القرآن. و همچنین میگه ما مجادله نمیکنیم، دعوا نمیکنیم که حکم نمیکنیم در قرآن با چیزی نفکریم یک چیزی رو که احتمال داشته باشد که او از قرآن باشد، و همچنین دعوا نمیکنیم، جنجال نمیکنیم با اثبات کردن چیزی از قرآن که اون در قرآن شاید نباشد. یعنی چیزی را نفی نمیکنیم و چیزی را اثبات نمیکنیم از پیش خودمون بدون علم، چون قرآن نازل شده است بر یک چند وجه. قرائت ها هستند که آخر برای همین اگر مبادا یکم جا شنویدیم یکم جا قرآن با دیگر طریق خونده شد، خب ما حق نداریم در حکم کنیم که این از قرآن نیست، این زیادتی است. شاید برای یک وجه بخوند که به همون وجه قرآن نازل شده است. طيب ونشهد أنه كلام رب العالمين. و ما گواهی میدهیم که قرآن کلام خداوند یگانه است. نزل به الروح الامین، که نازل شده است به همین قرآن روح الامین، یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام. فعلمه، پس تعلیم داد از جبرئیل علیه السلام همون قرآن را سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم، سید مرسلین را که محمد صلی الله علیه وسلم را همین قرآن را تعلیم داد. و هو کلام الله تعالی، و همین قرآن کلام خداوند است. لا یساویه شیء من کلام المخلوقین، هیچ چیز برابر شده نمیتواند از کلام مخلوقین در مقابل کلام خداوند. ولا نقول بخلقه، و نمیگوییم که قرآن مخلوق است. مفهوم؟ یعنی حق نداریم میگیم قرآن مخلوق است، چون که لفظ قرآن و وقتی کسی بگد مثلا قرآن مخلوق، شاید که از این فهمیده شاید کلام خداوند، کلامی که ذاتی ازلی است، همون را مخلوق بگد. برای همین ما میگیم کلام خداوند که مثلا ازلی و ابدی است، بنابر حرف و صوت و لغت نیست، قرآن که کلام خدا است. برای همین حق نداریم قرآن مخلوق بگیم. برای همین اگر قرآن بگیم مقصد ما کلام ذاتی خداوند باشد، خب اون میگیم بدون حرف و صوت و لغت است. صفت ذاتی ازلی خداوند است که نه حرف است، نه صوت است، نه لغت. خب این غیر مخلوق. اما اگر اراده کنی وقت قرآن میگه مقصد ما لفظ منزل، لفظی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده است، پس واجب است اعتقاد کنیم که این مخلوق است. خب یعنی اون تلفظی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردن بر قرآن و اصحاب و امروز که ما میکنیم، خب این تلفظ ما مخلوق است، معلوم است. اما این مسئله که گفتیم در این حالت قرآن مخلوق میگیم، فقط برای حاجت تعلیم است. این وقتی اگر ما تعلیماتی میگیم که این کتابی که در دست ما است، میبینیم نوشته ها اینا مخلوق هستن، ورق هستن، خط هستن، اینا مثلا چاپ میکند با شریعت انسانیت، اینو مخلوق. اما در عموم، در مطلق عام حق نداریم بگیم قرآن مخلوق، جایز نیست گفتن، چون که وقتی همین قرآن مخلوق بگن ذهن انسان در کلام خدا میرود. ما میگیم دو معنا قطعی قرآن ما میتونیم معنا داد کنیم. یک معنی که قرآن، یعنی وقتی قرآن میگیم مراد کلام ذاتی، این صفت ذاتی پروردگار که نه حرف است، نه صوت است، نه لغت و دیگر چیز، پس این غیر مخلوق است. اما اگر لفظی که منزل شده باشه، وقتی قرآن میگیم مقصد ما همون لفظی که نازل شده است بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خب میگیم در مقام تعلیم میفهمونه که خب این میگیم تلفظ پیغمبر خدا و اصحاب و امروز ما تلفظ ما مخلوق است، اما قرآن غیر مخلوق. طيب ولا نخالف جماعة المسلمین، یعنی تحویل میگن ما خلاف نمیکنیم جماعت مسلمانان را. مراد با جماعت یعنی اهل سنت و جماعت، و همون چیزی که بر همون جماعتی که بر همون راهی که رسول اکرم و اصحابش بودن، بر همون راه و روش اهل سنت و جماعت عمل میکنن. برای همین ولا نخالف جماعت المسلمین، یعنی تمام مسلمانان را ما نمیتوانیم اهل سنت و جماعت را خلاف کنیم. از بعضی از علماها ثابت است که میگه خداوند جمع نمیکند امت محمد را بر گمراهی. یعنی این نمیشود که خداوند والعیاذ بالله تمام مسلمانان را
همین یک جماعت همش بر یک گمراهی باشند. اعوذ بالله، این خیلی نمیشود. یعنی خداوند بر گمراهی امت را جمع نمیکند. یعنی گمراه میشن در داخل امت بعضی ها، اما تمام امت اعوذ بالله گمراه شود، این گونه خداوند نمیکند. برای همین ما خلاف جماعت مسلمی که اهل سنت و جماعت هست نمیکنیم. یعنی که همشون اهل سنت و جماعت پیروای همین چهار مذهب و پیروای عقیده اشعری و ماتوریدی، اینا همش اهل سنت و جماعت هستند و بر راه راست و حق هستند. ولا نكفر احد من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. و ما کافر نمیشماریم کسی را از اهل قبله، یعنی از مسلمان ها، با گناهی که یعنی با انجام دادن گناه اگر مادام کم گناه را حلال نشمارد. مراد اهل قبله یعنی مؤمن مسلمان که بر ایمان است، یعنی جایز نیست او تکفیر کردن، کفر کردن به سبب همین گناهی کرده است. اگر در یک حالت اگر همین گناه را حلال شمارید، خب این معلوم است که این از دین خارج می شود. مراد گناهی که در علم در دین مشهور است، زنا کردن، ولی بالله شراب نوشیدن، دزدی کردن، دروغ گفتن، این گناه ها هستند که در دین همه مسلمانان میدونند که این گناه است، این چیز مشهور است. همین گناه را انجام داد، اگر حلال نشمارید همین گناه را، کافر نیست، گناهگاری، یعنی گناه کبیره انجام داده است، او گناهگار است، مسلمان گناهگار است. ما حق نداریم حکم به کفر کنیم، چون از اهل قبله است، یعنی مسلمان است. ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. و همچنین ما نمیگوییم، انما لا نقول مراد اینجا این اعتقاد نداریم، این گناه جایز نیست اعتقاد کردن که بگیم که وقتی کسی که ایمان دارد گناه او را ضرر ندارد. وقتی گناه کرد گناه ضررش ندارد به خاطر که مؤمن است، مسلمان است، این گپ خطا است. چون که این قول امام طحاوی رد بر مرجئه است. مرجئه ها یک قاعده داشتن، میگفتن که لا یضر مع الایمان ذنب كما لا تنفع الطاعه مع الكفر. یعنی مرجئه ها میگفتن که یعنی وقتی کسی که ایمان دارد مسلمان است، گناه بر او یعنی گناه ضرر ندارد، مقصد گناهگار نمیشود. همون گناهی که از کافر طاعت قبول نیست، همچنین میگه از مسلمان گناه قبول نیست. مقصد گویا که گناه کردگی نیست، خیلی که کافر گویا که طاعت کردگی نیست. یک عقیده باطل دیگه از مرجئه ها است. این سخن امام طحاوی رد بر همون قول مرجئه است. برای همین مرجئه اعتقاد دارن که چی قدر گناه اگر همین مسلمان گناه کند نکند فرق نداره، میگه گناه انجام میدهد او را میگه خداوند عذابش نمیدهد. این خلاف مذهب اهل سنت و جماعت است. در اینجا نص وارد شدگی است، یعنی قرآن و سنت وارد است که خداوند کسی گناه کند او را جزای گناهش میدهد. طيب نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. نرجو یعنی امید داریم از جانب خداوند برای محسنین من المؤمنین، کسایی که مؤمنان مسلمانان که اونا محسنین هستند، یعنی که در راه راست در راه درست هستند، از خداوند امید داریم که ان یعفو عنهم، خداوند اونا را عفو کند، یعنی گناهاشون را ببخشد، و یدخلهم الجنه، اونا را داخل جنت کند بر رحمتش، ولا نأمن علیهم، و اونا امین نداریم. خب باز میفهمون نأمن علیهم یعنی چی معنی دارد. یعنی مسلمان که ظاهرا از اهل احسان است، محسن است، یعنی پیروی دین است، تا یعنی بگیم عابد است، از اهل عبادت است، هم از خداوند که از دنیا رفت، از خداوند امید داریم که خداوند گناه را ببخشد و داخل جنتش کند بدون عذاب. لیکن ولا نأمن علیهم یعنی قطعا حکم نمیکنه بر همین گناه مسلمان که بگیم که او را گناه عذابش نمیکند خداوند در آخرت. البته این معنی ولا نأمن علیهم، ولی انشاءالله میفهموند الامن و الیأس. انشاءالله بعدا امام طحاوی معنی ولا نأمن علیهم کمتر بعدا میفهموند یعنی چی معنی دارد. والامن والیأس این مثلا انشاءالله میفهمونیم. خلاص ولا نأمن علیهم یعنی ما قطعا حق نداریم میگیم که این مسلمان است از دنیا گذشت، یعنی مرد رفت، و قطعا او را خداوند عذابش نمیکند و به عذاب هم خیلی میرود.
این مسئله را گفتنش ما حق نداریم. ما میگیم که اگر همین انسان تقی خدا ترس باشد، پس ان شاء الله داخل جنت میشود بدون عذاب. همین گپ میگیم. اما قطعا جزما میگیم که حتما باید جنت برود، حتما باید عذاب کرده نشود، این عقیده ما نیست. ولا نشهد لهم بالجنه، این متحوی میگه یعنی ما از پیش خودمون حق نداریم میگیم که اونا حتما جنت میروند، حتما فلان اهل جنت است. اما چیزی که وارد شده است نص در اون اشخاصی که اونا را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اهل جنت شماریدند، مثل اهل بدر، اهل احد، شهدای اهل بدر و شهدای احد و دیگر مردم و همچنین کسای این نفرایی که پیامبر خدا اونا را بشارت بر جنت داده بود، خوب معلوم است اونا را میگیم پیامبر خدا در اون نص وارد شده که از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که اونا جنتی هستند. اما غیر از اونا دیگر کسا را حق نداریم میگیم که اون البته حتما باید جنت برود. این مسئله را ما حق نداریم گفتند. یعنی این گونه اعتقاد درست نیست. چیکار میکنیم؟ و نستغفر لمسیئهم و نخاف علیهم ولا نقنطهم. یعنی و نستغفر لمسیئهم یعنی از خداوند طلب مغفرت میکنیم برای گناهگارا، این گناهگارا همین امت. و نخاف علیهم و با اونا خوف میکنیم، یعنی که ما از اونا یعنی از خدا اعتقاد داریم که میترسیم که خداوند اونا را عذاب نکند. ولا تقنطهم یعنی از رحمت خداوند امید شد نمیکنیم. یعنی ما مقصد طلب مغفرت میکنیم برای از جانب خداوند برای گناهگارا از مسلمان ها، از با اونا میترسیم که خداوند اونا را به سبب گناه عذاب نکند اگر توبه نکرده باشند از گناهانشون. اما کسی اگر توبه کرده باشد از گناهش و توبهش نزد خداوند ثابت باشد، این قبول کرده باشد، خب این در ظاهر امر، پس اون نزد ما میگه اون مثلا ان شاء الله از عذاب الهی چی است؟ امین است. خب امین قول امام طحاوی ولا تقنطهم معناش این که یعنی ما نمیگیم که گناهگارای امتی امین محمدی، گناهگارای یعنی مسلمانای گناهگار اونا یعنی ناامید هستند از رحمت خداوند. این عقیده را باید نداشته باشیم. میگیم که جایز است که خداوند اونا را عفو کند، ببخشد، و جایز است که اونا را خداوند عذاب بدهد. ولا تقنطوا من رحمت الله و آیت قرآن است که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، ناامید نشود از رحمت خداوند. ما نمیگیم که اینا گناه کردن مثلا از دنیا با گناه رفتن اینا ناامید هستند از رحمت خداوند. این حق این گفتن این سخن حق نداریم. میگیم جایز است که خداوند را عفو کند، کلا گناهش ببخشد، داخل جنتش کند، و جایز است که خداوند را عذاب کند. این عقیده ما است، عقیده اهل سنت و جماعت همین است. میگیم ان شاء الله خداوند از اهل جنتش بگرداند، در حقش دعا میکنیم و جایز است که او جنتی باشد، این خداوند پول میبخشد گناهش. و اعتقاد داریم که جایز است که خداوند را عذابش بدهد اگر گناه کرده باشد در دنیا و به توبه رفته باشد. والامن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الامن والإياس، خب این دو مسئله است که مسئله اختلافی است بین علماها. امن یعنی الامن والإياس هم نزد ما یعنی حنفی ها بگیم ماتوریدی ها انسان از دین اسلام خارج میکند، یعنی کافر میشد والعیاذ بالله. یعنی امن از رحمت خدا به این معنا که یعنی اعتقاد دارد که خداوند گناهگار اصلا عذاب نمیدهد، این کفر است. این کفر است. و همچنین الایاس رحمت خداوند به این معنا که اعتقاد دارد که خداوند هیچ وقت یعنی گناهی مسلمانی که توبه میکند گناهی را نمیبخشد. یعنی امن گفته یعنی عذاب الهی را از مسلمان گناهگار انکار میکند کلا، یعنی اعتقاد کند که خداوند مسلمان گناهگار را که از دنیا به توبه رفت، مسلمان گناهگار را
هیچ وقت عذاب نمیتید. این کفر است. و همچنین ایاسش به این معنا که اعتقاد دارد که خداوند یعنی مسلمانی که از دنیا یعنی توبه کرد از دنیا رفت، او را خداوند هیچ وقت گناهش نمیبخشد. هر دو این مسئله چی هستند؟ کفر هستند. ورنگوکو والامن والیاس ینقلان عن ملت الاسلام، نقل میکنن از ملت اسلام به این معنا که از دین اسلام خارج میشن و از جمله کافر میشن. و میگه و سبیل الحق بینهما لاهل القبله، یعنی راه حق بین الامن والایاس. میگیم که اگر یعنی چگونه باید خیلی باشد مسلمان باید چگونه اعتقاد داشته باشد. میگیم که اگر ما مردیم بر حالت توبه، ان شاء الله از عذاب الهی در قبر و در آخرت نجات میابیم. اگر شاید خداوند ما را یعنی که عفو کند، گناهامون رو ببخشد و ان شاء الله نجات میابیم. و ما را خداوند شاید عذاب نتید به سبب گناهی که ما کردیم به دنیا، ولی که و اعتقاد داریم که جایز است که خداوند ما را عذاب بدهد به سبب همین گناهایی که ما در دنیا کردیم. این چیزی که در بالا امام طحاوی فرمودن، مثلا این ناامید شدن از این ناامید نشد از رحمت خداوند، همین مسئله. یعنی جزماً حق نداره میگیم که خداوند نفی کنیم این عذاب الهی را برای گناهکارای همین امت. کلا بگیم که خداوند هیچ وقت عذابش نمیده، یا که بگیم که خداوند هیچ وقت او را مغفرتش نمیکنه اگر چندم توبه کرده باشد. این عقیده ما نداریم، چون که این عقیده ها انسان از دین خارج میکنه، چون که امام طحاوی گفتند ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. یعنی خارج نمیشد بنده از ایمان مگر به سبب جحود، این انکار کردنی ما ادخله فيه، با اون چیزی که داخل میکنه در ایمانش. یعنی بنده یعنی مسلمان از ایمان، یعنی از دین اسلام خارج نمیشد به سبب گناه کردگیش، مگر اینکه اگر انکار کند اون چیزی که در ایمان داخل است. یعنی چی؟ مثل تکذیب کرد، ولی بالله تکذیب شماریدن دین خداوند، صراحتا مگر دین خدا را تکذیب شمارند. مثلا یک سخنی میگد که سخن شریعت خدا را مثلا تکذیب میشمارند و یک عباره صریح، پس این میگیم خارج از دین خدا است. مثلا ولی بالله یک فرض الهی را انکار میکند، یا که عمل میکند که همون عمل مثلا درست میشوند، حلال میشوند، یک حرامی که خداوند حرام گردانده است و حرام حلال میشمارند. مثلا تکذیب به شرع شد که وقتی نکشید اگر خب میگیم این دین خدا را انکار کرده است و اعوذ بالله از دین خارج میشود. برای همین امام طحاوی گفت ولا يخرج العبد من الايمان، یعنی خارج نمیشود بنده از ایمان الا مگر در یک حالت خارج میشود که بجحود ما ادخله فيه، اگر انکار کند اون چیزی را که داخل کند هم را در ایمانش. یعنی در اصل ایمانش، یعنی ایمان داشته باشد که همین چیز از جانب خدا نیست، اگر همون امر از جانب خدا باشد اما امر را انکار کند، این حالت بعد از دین خارج میشود، کافر میشود. و ان شاء الله در همین توقف میکنیم. رسیدیم تا قول مؤلف والایمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. درسی ان شاء الله 11 از اینجا شروع میکنیم. درسی 10 بود، تمام شد ان شاء الله. درس 11 از ایمان ان شاء الله دوام میدیم. و آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.